فارکس و میدان جنگ. فارکس دنیای پر از فرصت ها اما همینطور هم پر از خطر هستش. فارکس در حقیقت مثل یه میدون جنگ میمونه. هر تصمیم شما میتونه یه پیروزی بزرگ داشته باشه یا به یه شکست سنگین منجر بشه. هر کندل مثل یه گلوله تو این میدون عمل میکنه و هر حرکت قیمت نشون میده که بازار یه تاکتیک جدید در نظر گرفته. زمان خبر انگار آژیر قرمز میدون جنگ رو کشیدن و با هر حمله تو باید عقب نشینی کنی و با هر عقب نشینی بازار تو باید حمله کنی. حالا سوال اینجاست، آیا تو برای این میدون جنگ آماده ای؟ بیشتر تریدرها بدون نقشه و استراتژی وارد این بازار میشن و نتیجهش چیزی جز شکست براشون نیست. اما جنگجوی واقعی کسی هستش که ابزارهای درست رو داشته باشه، حرکات بازار رو پیش بینی کنه و با استراتژی جلو بره. حالا شما دوست داری که توی این میدون جنگ برنده باشی؟ من سالها توی این میدون تجربه کسب کردم. بارها شکست خوردم، بارها هم پیروز شدم، تا اینکه در نهایت با سعی و خطای خیلی زیاد به یه استراتژی با وین ریت بالای 90% رسیدم. پس حالا شما هم میتونید با همین روش تو بازار فارکس به یه جنگجوی پیروز تبدیل بشید. این استراتژی برای چه کسایی مناسبه؟ کسایی که از ضربه‌های پشت سر هم خسته شدن، کسایی که به دنبال روش علمی و مطمئن برای معامله هستن، کسایی که میخوان از فارکس به یک منبع درآمد پایدار برسن. حالا وقتشه که تصمیم بگیرید. اگر میخوای باز هم بدون برنامه و استراتژی وارد میدون بشی که این گوی این میدان، ولی اگر میخوای به یه سلاح قدرتمند برای پیروزی توی این میدون جنگ مجهز بشی، من در خدمت شما هستم. اگه آماده ای پیروزی توی این میدون جنگ منتظرته. کافیه ما رو لایک کنی، کامنت بذاری و با ما همراه باشی.